چرا اینها سعی میکنن دور اعلیحضرت رو خیلی ساده و راحت بگم خالی کنن از انسان‌های متحدی شبیه به شما؟ چرا؟ برای اینکه در برنامه که داشتن موفق نشدن، تیرشون به سنگ خورده و در نتیجه سعی میکنن که شکست خودشون رو یه جوری توجیه بکنن. مثلا یکی از کمک دهندگان به این گروه، کمک دهندگان سابق، به من تلفن کرد که اینا میگن که شما مانع از این هستین که برنامه شاهزاده، البته میدونین شاهزاده از نظر من رضا شاه دومه نه شاهزاده، شاهزاده موفق نشه و اگر شما به اصطلاح دخالت نمی کردین الان خلاصه رفته بودیم و گرفته بودیم و اینا. خب میدونین واقعا یه حرف کودکانه یه به نظر من و شایسته به اصطلاح پاسخگویی هم نیستش. ولی ببینید راجع به این مصاحبه یه نکته مهمی که بگم این است که در این مصاحبه من به عنوان یه روزنامه نگار شرکت کردم. این خیلی مهم، نه به عنوان یک فعال سیاسی و مبلغ یه فکر سیاسی. متوجه هستی؟ درسته، من گوش دادم قربان. نه میدونم ولی و همونجور که گفتم من مثلا بیش از 2000 بار در رادیو تلویزیون‌های مختلف دنیا، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، نمیدونم ژاپن، ایرلند شرکت کردم. ولی به عنوان روزنامه‌نگار باید یه جور صحبت کنم، به عنوان به اصطلاح مبلغ یه فکر سیاسی یه جور دیگه. متوجه هستی؟ درسته. مثلا اگر این مصاحبه کننده از نظر خود شما چیه میدونین؟ درسته. میتونم، ولی من نمیتونم یهو دروغکی بیام بگم که تمام ملت ایران فلان چیز میخوان یا فلان چیز نمیخوان. من چی گفتم که در مردم ایران طرفداران پادشاهی مشروطه هستن، یه دم جمهوری خواهن، یه دم هنوز وفادارن به این رژیم، یه دم دنبال یه منجی بناپارتی میگردن. این یه گزارشه نه یه اظهار نظر. کاملا. منم که لازم نیست که هر روز بیام بگم نظرم چیه. 10,000 بار گفتم نظرمو، 2 تا کتاب نوشتم راجبش، شاید مثلا 500 تا مقاله راجبش نوشتم. شب و روز با ایران و بیرون دارم صحبت میکنم. اما تنها راه نجات ایران بازگشت به پادشاهی مشروطه است. رضا شاه دوم هم شاه قانونی ایران، شازده نیستش، لخوالنزا نیست، گاندی نیست، پیشوا نیست، هماهنگ کننده نیست، وکیل نیست، فعال سیاسی نیست، آرپی نیست، شاه ایرانه. یک نفر پیش فلک ریش گرو بگذارد،